درود بر همراهان عزیز انفجار پلاس. در این ویدیو می‌خوایم به شما همه چیز مربوط به بازی انفجار رو توضیح بدیم. از شارژ حساب گرفته تا بهترین راه مدیریت سرمایه به زبان ساده. مدیون استراتژی و ترفند خفن بازی انفجار رو به شما آموزش بدیم. در نظر داشته باشید که این ویدیو جنبه آموزشی داشته و ما به شما هیچ گونه توصیه مالی نمی‌کنیم و همواره مدیریت ریسک و سرمایه رو هم به شما توصیه می‌کنیم. قبل از توضیحات و اینکه بریم با هم ببینیم بازی انفجار چی هست، یک نکته خیلی مهمی رو من به شما بگم. یکی از مهمترین نکات قبل از شروع بازی انفجار اینه که شما یک سایت و یک کازینو آنلاین معتبر و مطمئن رو پیدا کنید. 4 راه داره که ما میتونیم سایت‌های خوب رو از سایت‌های کلاهبردار تشخیص بدیم. ببینید سایت‌های خوب امنیت بالایی دارن، یعنی حالا بر اساس SSLی که دارن و خب دامنه‌ای که دارن میشه فهمید که امنیت بالایی دارن و خب همچنین این سایت‌ها معمولاً بازیشون منصفانه هست و شما اینو از کد هش و MD5 میتونید بفهمید که حالا بالینگ کامل بررسی میکنیم هش و MD5 چی است. مورد بعدی شفافیت قوانین و بونوس هاست. ببینید قوانین خیلی مهمه که شفاف باشن در سایت ها قوانین رو مینویسن و شما هنگام ثبت نام به اونها موافقت میکنید. هنگام که این قوانین درستی نباشن و یک طرفه باشن به نفع سایت ها، معمولا اینجور سایت ها هستن که با کوچکترین بهانه پول شما رو بلوکه میکنن. مورد بعدی روش‌های شارژ و برداشت هستش که هر چقدر این روش‌ها راحت‌تر و امن‌تر باشه سایت معتبرتره. معمولا سایت‌های معتبر از روش‌های آسون استفاده میکنن و خب به این صورت هم هست که برداشتشون راحت و شما اذیت نخواهید شد. و مورد آخر برای این مورد و اینگار پیدا کردن سایت مطمئن، پشتیبانی مطمئن سایت هستش. پشتیبانی که سریع باشه، در دسترس باشه و هر ساعت بهشون پیام بدید، هر سوالی داشته باشید، هر مشکلی داشته باشید برای شما حل کنن. و همچنین شما میتونید از تجربه کاربری دیگه هم استفاده کنید و ببینید که هر نفر نظرش راجع به سایت‌هایی که استفاده کرده و سایتی که شما مد نظر دارید چیه. از این طریق شما میتونید یک سایت خیلی خوب و مطمئن رو پیدا کنید و هر سایتی هم که هر کدوم از اینها رو نداشت توصیه میکنم که در اون سایت ها استفاده نکنید و اون سایت ها رو به عنوان اسکم شناسایی کنید. از سایت ها و کازینوهای آنلاین معتبر میشه به وانیکسبت، جتبت، بت4وارد و بت 303 اشاره کرد. خب با سایت جتبت شروع کنید که با دامنه jet900.com در دسترس برای شروع بازی انفجار و خب اینکه ما بخوایم بازی رو انجام بدیم باید ابتدا وارد حساب کاربری خودمون بشیم و حساب کاربری خودمون رو شارژ کنیم. برای ورود به حساب کاربری از منوی پایین سمت چپ کلیک میکنیم. ما یا حساب کاربری داریم یا میخوایم حساب کاربری بسازیم. اگر حساب کاربری داریم خب ایمیل رمزون بود و کد امنیتی رو وارد میکنیم و وارد حساب کاربری میشیم. اما اگر که میخوایم که وارد سایت بشیم، ثبت نام در سایت رو میزنیم و موارد خواسته شده رو پر میکنیم و گزینه ثبت نام رو کلیک میکنیم. خب ما وارد حساب کاربری خودمون میشیم. از منوی کاربری شارژ حساب رو انتخاب میکنیم. میتونیم به صورت پرداخت مستقیم از طریق درگاه یا پرداخت رمزارزی از طریق تتر یا ترون حساب خودمون رو شارژ کنیم. برای شارژ حساب ما به این صورت هستش که درگاه رو انتخاب کنیم، مبلغ رو انتخاب میکنیم، کد امنیتی رو وارد میکنیم و وارد درگاه میشیم. شارژ حساب رو میزنیم و صبر میکنیم تا وارد درگاه بشه. خب وارد درگاه شد، ما شمکات خودمون رو وارد میکنیم و گزینه ادامه رو میزنیم و مواد خواسته شده از جمله CVV2 و انقضای خودمون رو وارد میکنیم و لمز دوم خودمون رو وارد میکنیم و درگاه برای ما مبلغ رو به صورت آنی شارژ میکنه. مورد دیگه که خیلی مهمه قسمت برداشت جایزه هستش که از قسمت منوی کاربری در دسترسه. میتونیم به صورت مستقیم بین بانکی از طریق شماره کارت و شماره شبلان یا از طریق رمز مثل تتر و ترون پول خودمون رو برداشت بکنیم و به حساب خودمون افزوده بشه این پول. خب حالا برای اینکه وارد بازی انفجار بشیم از منوی پایین سمت چپ گزینه کازینو آنلاین رو کلیک می‌کنیم، به پایین صفحه اسکرول می‌کنیم و روی بازی انفجار کلیک می‌کنیم. با گزینه ورود به بازی روبرو میشیم که میتونیم اون کلیک کنیم و وارد بازی بشیم. شروع بازی رو میزنیم و وارد بازی میشیم. ببینید به طور ساده بازی انفجار بازی هستش که از ضریب 1 شروع میشه و به بالاتر میره. ما باید پولی که میگذاریم قبل از انفجار ضریب برداشتش رو بزنیم و هر ضریبی که هست اون پول ضرب در اون ضریب میشه و ما یه مبلغی رو برنده میشیم. اما اگر رو قبل از انفجار ما برداشت رو بزنیم پول رو ما برنده میشیم. اما هنگامی که ما برداشت رو نداریم و ضریب منفجر بشه هیچ پولی به ما واریز نمیشه و پولی هم که شخص بستیم از بین میره. ببینید نسخه انفجاری یکی که ما کلیک کردیم نسخه
ابتدایی و کم امکانات تری از بازی انفجار هستش و ما در اینجا نمیتونیم کد هش و MD5 بازی رو مشاهده بکنیم. من توصیه میکنم برای اینکه بخواید از امنیت سایت معتبر بشید، موارد دیگه بازی رو هم چک بکنید. یعنی شما میرید توی انفجار ورژن 2 و حال پروفشن برای سایت هستش، روی انفجار ورژن 2 هنگامی که لود شد صبر میکنید و شروع بازی رو میزنید و خب از اینجا شما میتونید کد هش و ارزم به خدمتتون که ضریب بازی رو چک بکنید، چون وقتی هش رو بزنی کد بازی MD5 و هش رو به شما نشون میده. حالا اصلا این هش و MD5 چی هستش؟ ببینید هش در واقع یک کسر انگشت دیجیتاله. یعنی آنو قبل از شروع هر دور سرور میاد یه دونه کلاه تصادفی تولید میکنه و این کد قابل رلز گشایی نیست مگر با MD5. MD5 یک ابزار آنلاین بر پایه الگوریتم هشه که بعد از اتمام هر دور دفترین کاربران فهم میگیره و با استفاده از اون میتونن سایت رو راستی آزمایی بکنن و از امنیت سایت و اینکه بازی منصفانه باشه و ضرایب بدون دستکاری باشن مطمئن بشن. حالا ما خب توی بازی انفجار ورژن 2 میتونیم اینو چک بکنیم، دوباره کلیک میکنیم ببینیم که MD5ش نشون میده که روی ضریب صفر باید منفجر میشد. لطفاً حتما به این نکته توجه کنید که این ویدیو صرفاً آموزشی بوده و ما معروف ترین ترفندها و استراتژی‌ها رو به شما آموزش میدیم، اما هیچ گونه توصیه به شما نمی‌کنیم و لطفاً مدیریت سرمایه و ریسک رو در هنگام بازی رعایت بفرمایید. خب بریم سراغ اصل ماجرا، یعنی آموزش ترفندها و استراتژی این بازی. یکی از روش‌های استراتژی این بازی برای مدیریت سرمایه استفاده از دنباله فیبوناچی. دنباله فیبوناچی یکی از روش‌های ریاضی. البته نگران نباشید، این روش برخلاف اسمش بسیار ساده است. به طور ساده دنباله فیبوناچی به معنی جمع دو عدد گذشته با هم دیگه است. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید دنبال فیبوناچی به طور ساده از جمع اعداد گذشته با هم دیگه است. دنبال فیبوناچی از صفر شروع میشه، بعدش عدد یک جمع صفر و یک میشه یک، جمع یک و یک میشه دو، جمع یک و دو میشه سه و به همین ترتیب بالاتر میره. پس به طور ساده دنبال فیبوناچی به معنی جمع عدد با عدد گذشته خودشه. این دنباله از عدد صفر شروع میشه، ولی خب ما با عدد صفر کاری نداریم و از یک شروع میکنیم. همونطوری که میبینید اینجا میتونه عدد یک برای شما 1000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 و غیره باشه که حالا بستگی به میزان سرمایه ریسک شما داره که خب توصیه میکنیم برای اولین بار از عدد کم شروع کنید و مدیریت ریسک و سرمایه‌تون هم حتما رعایت بکنید. خب حالا ببینیم ما از دنباله فیبوناچی چطوری که بازی انفجار استفاده میکنیم. همونطور که میبینید اول از 1000 تومان شروع میکنیم. اگر باختیم دوباره روی 1000 تومان شرط می‌بندیم. اما دقت کنید این 1000 تومانی که دارم میگم قبلا هم گفتم میتونه برای شما یه عددی دیگه باشه که بستگی به مدیریت سرمایه خودتون داره. من 1000 تومان رو مثال میزنم برای شروع مبلغ. 1000 تومان باشه و همونطور که در اعداد فیبوناچی میبینید بعد از صفر یک و دوباره هم یک. پس شرط بعدی شما اگر باختید دوباره عدد 1000 تومان. اما اگر دوباره در 1000 تومان باختید عدد 2000 تومانه. اگر دوباره 2000 تومان باختید عدد 3000 تومان. اگر 3000 تومان رو باختید 5000 تومان و به همین ترتیب. ولی یه چیزی یادتون باشه، هر جایی که رو هر عددی برنده شدید 2 تا عدد برمیگردید به قبل. یعنی اگر ما در عدد 5 برنده شدیم 3 و 2 رو برمیگردیم و از 1 شروع می‌کنیم. برای ضریب هم شما میتونید بین 2 1 و 1 و 9 قرار بدید ضریب رو، ولی بهتره که شما ضریب 2 رو قرار بدید که هم سرراستانه هم کار شما راحت‌تر میشه. خب بیایید به طور عملی این رو با هم دیگه انجام بدیم و این استراتژی مدیریت سرمایه یعنی دنباله فیبوناچی رو امتحان کنیم. مبلغ روی 1000 تومان هستش و ضریب رو هم روی 2 تنظیم میکنیم به صورت اتومات و خب ثبت میکنیم که ضریب بالاتر بره. اگر باختیم مبلغ رو ادامه میدیم و اگر هم بردیم دوباره روی این مبلغ ادامه میدیم. به دلیل اینکه مبلغش 1000 تومان هستش و برای شروع کردن. خب ما این مبلغ رو بردیم و خب 1000 تومان هم سود کردیم. چون بردیم دوباره همین ضریب رو ادامه میدیم. خب این روی 4 و 20 بسته شد. داده ثبت میکنیم که دور بعدی شروع بشه و ببینیم آیا میبریم یا میوازیم. ثبت میکنیم تا ضریب بالاتر بره و ببینیم آیا به 2 میرسه یا نه. خب دوباره مبلغ برد شد و ما چون میبریم دیگه نیاز نیست به مبلغ دست بزنیم و همه چیز در شرایط ایدئالش قرار داره. حالا میخوایم ببینیم که اگر باختیم چه اتفاقی میفته. دوباره ثبت شرط رو میزنیم و منتظر میمونیم دور بعدی شروع بشه و ثبت میکنیم که اگر باختیم مبلغمون رو حالا بیشتر کنیم. چون مبلغ ما روی 1000 تومان هستش، ما اگر هم ببریم و شروع کار هست، اگر هم ببریم دوباره یک دسته دیگه بعد روی 1000 تومان شرط ببندیم. ولی حالا میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا مبلغ ما باخت میشه یا برد میشه.
صبر میکنیم تا ضریب بالاتر بره و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب این بار روی 1.71 بسته شد. ما مبلغ رو دنبال دست نمیزنیم به دلیل اینکه ابتدای دنبال فیبوناچی هستیم و اگر این بار هم باخت شد مبلغ خودمون رو 2 برابر میکنیم. خب الان مبلغ رو میکنیم 2000 تومان و 60 میبندیم. اگر دوباره این 2000 تومان باخت بشه مبلغ خودمون رو میکنیم 3000 تومان. ولی اگر این 2000 تومان برد بشه 2 تا به عقب برمیگردیم و از 1000 تومان دوباره شروع میکنیم. خب متاسفانه روی 1.98 بسته شد. مبلغمون رو میکنیم 3000 تومان و سرت شرط رو میزنیم. اگر این دوباره باخت بشه مبلغ بعدیمون 5000 تومان هستش. خب این برد شد و ما 3000 تومان سود کردیم و مبلغ شرط رو دوباره برمیگردونیم به 1000 تومان و به همین ترتیب ادامه میدیم. همونطور که مشاهده فرمودید روش دنبال فیبوناچی که از روش‌های خیلی خوب برای مدیریت سرمایه و خوب استفاده از امکانات بازی انفجار هستش که اینطوری شما میتونید مبلغ کمتری رو از دست بدید و خب به سود خیلی بیشتری برسید و اینطوری میتونید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک خیلی منطقی‌تری نسبت به حالتهای دیگه داشته باشید. حالا بیایید با هم دیگه 2 تا ترفند این بازی رو بررسی کنیم. روش اول به این صورتی که تاریخچه رو نگاه می‌کنیم و منتظر می‌مونیم 3 یا 4 تا ضریب قرمز پشت سر هم بیاد و بعدش هر موقع یک ضریب بالای 8 اومد روی ضریب 1.8 میبند. حالا چرا 1.8؟ چون معمولا ضریب 2 ضریبی که همه روش میبندن و خب 1.8 ضریب ریسک کمتری رو داره این ضریب و ممکنه قبل از 2 بسته بشه. پس ما واسه روی 1.8 ریسک کمتری متحمل میشیم. البته فرض از این ترفند همیشه تاریخچه رو چک کنید چون ممکنه بعضی از سایت‌ها ضریب‌های بهتری بدن یا ضریب‌های بدتری بدن و همیشه اینطوری نباشه. ترفند بعدی به این صورتی که شما صبر می‌کنید ضریب بین 1.5 تا 1.8 بیاد که البته حالا بین این 1.5 تا 1.8 ضریب 1.60 معمولا بهترین ضریبه. شما وقتی که این ضریب اومد صبر می‌کنید و یک دست نمیزنید و بعدش روی ضریب بعدیش روی 1.80 میبندید. ببینید هیچ کدوم از این ترفندان 100% نیست. چرا که الگوریتم بازی به این صورت که عدد تصادفی تولید میکنه پس هیچ قطعیتی هم وجود نداره. همونطوری که میبینید اینجا یه ضریب 0 اومده و بعدیش ضریب 99 اومده. پس هیچ قطعیتی در بازی انفجار وجود نداره. اما با استفاده از این ترفندها و این استراتژی مدیریت سرمایه دنبال فیبوناچی شما میتونید مدیریت بهتری در بازی انفجار تجربه بکنید و بیشتر از این بازی لذت ببرید. خب بیاید با هم دیگه این ترفندها رو امتحان کنیم. اولین قدم اینه که بریم تو تاریخچه بازی و چک بکنیم ببینیم آیا این ترفندها در تاریخچه بازی صدق میکنه یا نه. ما اینجا میایم پایینتر و خب یه ضریب 1.63 میبینیم که گفتیم 1.60 برای ترفند دیگه بین 1.5 تا 1.8 بهترین ضریبه و بعدیش شما یه دست نمیزنیم که اینجا 5.97 اومده که ضریب خیلی خوبیه و بعدیش هم 2.47 اومده و ما باید روی 1.8 برداشت خود که آزاده بودیم. خب اینجا یه ضریب 1.61 اومده و ما این دست رو بت نمیزنیم. خب ضریب خیلی خوبی هم داره میده. ضریب داره میره همینطور بالاتر و ما دست بعدی رو روی 1.80 میبندیم و خب صبر میکنیم که این دور تموم بشه و خب ببینیم آیا مبلغ ما برد میشه یا خیر. صبر میکنیم تا شروع بشه و خب ضریب میره بالاتر و احتمال 100% در این بازی وجود نداره ولی خب این ترفند معمولا ترفندی که جواب میده و خب الان هم برد شد و ما با این مبلغی که گذاشتیم 800 تومان سود کردیم. معمولا این ترفند خوبیه و خب باید همیشه تاریخچه چک کنیم. خب اینجا دوباره یه ضریب 1.68 داده. خب ضریب خیلی خوبیه برای ترفند ما این دست رو نزدیم. ضریب بعدی رو میبریم روی 1.8 قرار میدیم. 1.8 قرار میدیم و میبندیم و صبر میکنیم که لاند شروع بشه و خب میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته. همونطور که مشاهده کردید دوباره این ترفند جواب داد و برای ما برد شد. یکی از ترفندهایی که حالا به اشتباه باب شده در بازی انفجار ترفند استفاده صرف از تاریخچه است. این فقط به تاریخچه بازی نگاه میکنن و خب هیچ ترفندی از خودشون ندارن. به طور مثال میان تاریخچه نگاه میکنن و دنبال تکرارها میگردن. یعنی اینجا میگه خب یه 1.55 وجود داره و خب ضریب بعدیش ضریب بالا بوده. دوباره میگرده دنبال 1.50 و اینجا 1.51 بوده ضریب بعدی ضریب بالایی بوده و خب
از این مورد استفاده می‌کنن یا حتی موردهای دیگه‌ای که حالا ممکنه وجود داشته باشه. مثلا اینجا 161 اومده ضریب بعدیش ضریب بالایی بوده، یا اینجا 163 اومده ضریب بعدیش ضریب بالایی بوده، اما هیچ گونه قطعیتی وجود نداره در بازی انفجار و هیچ کدوم از این ترفندها هم 100% نیست، حتی ترفندهایی که ما خدمتتون گفتیم. چون که الگوریتم بازی به صورت که عدد تصادفی تولید میکنه، پس هیچ گونه قطعیتی هم قطعاً وجود نداره در این بازی. صرفاً این ترفندها برای راحتی کار شما و مدیریت بهتری روی سرمایه‌تون هست. اما مطمئن باشید که هیچ ترفند 100% برای بازی انفجار وجود نداره. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدواریم که این آموزش برای شما مفید بوده باشه و از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید که مدیریت سرمایه و ریسک رو در بازی انفجار مد نظر خودتون قرار بدید. تا آموزشی دیگر، بدرود.